عمر خیام ما نویساندیم همین مکتبی همین شعرهای عمر خیام خودش یک مکتبی جوانمردی های مردک بوری. بعد همین دیگه ملت ها میبینن که و میگن کی نویسانده همین شعر مثلا بسیار اینترس میکنن میبینن صورت میگیرن و میگن کی نویسانده میگن که مثال این شاعری ما ایدن با ما فخر کردن مثال معرفی میکنیم. از دیگه کتابی بابا جان غفور فاورگی این توجیکانا کتابی شاهنامه را هم ماشه اینجا میمونیم انشاءالله در این اتمسفر را توجیکانا میکنیم. یک هم معرفی فرهنگ ملی خودمانه هم بیزنس هم تجارت کار میکنیم یا سندسم کار میکنیم هم اقصد دو روز پس که مردیم رفتیم میگن که خدا رحمت نشه در یک خنج رسیه یک نام ملت شبرش یا که یک جای توجیکانا ساخته یک دو یگان توجیک بوده که فخر کنه گوه که سال همین توجیکا تانیسیم.